سلام، من کارشناس فروش اپلیکیشن اکستو هستم. بیاید ببینیم مردم چقدر با این اپلیکیشن آشنان. سلام، میتونم چند لحظه تایمتون رو بگیرم؟ آره حتما. شما این اپلیکیشن رو میشناسی؟ گویا برای رزرو عکاس و ادیتور هسته. نمیدونم روش نمیشه عکاسی دیگه. با توجه به حوزه کاری که داریم احتمالاً میاد عکس‌های حرفه‌ای میگیره که به برندینگ و اینم کمک میکنه. اکستور الان صحبت کردیم با دوستان. من حد زنم این اپلیکیشن واسه خانواده این مثلا نظرتون راجع به این اپلیکیشن چی هست؟ به نظرتون کاربردی هست یا نه؟ قطعا اون کسایی که به نیازمند این خدمات هستن حتما کاربردی خواهد بودش. عالیه از چه لحاظ؟ چون که من خودم یه مدتی بود که دنبال عکاس بودم که حالا یه سری کارامو انجام بده و این حالا میتونه اکسپند پیدا بکنه به سایر حوزه ها. حالا به جز بحث عکاسی میتونه در جای دیگه هم استفاده بشه. چی مارکت پلیسی. برای من 100%. اپلیکیشن خوبیه بخصوص برای شرایطی که نیاز فوری به عکاس هست و نیاز داره که عکاسا رو رده بندی کنی، چون مثلا یه عکاسی از بده ما نمیدونیم، یه عکاسی از خوبه ما نمیدونیم. اپلیکیشن اکستو یک پلتفرم آنلاین جهت رزرو عکاس و ادیتور هستش. شما میتونید رایگان اپلیکیشنمون رو از همه اپ استورها دانلود کنید و استفاده کنید. هر موقع نیاز به عکاسی داشتید توی هر زمینه‌ای درخواستتو ثبت می‌کنی. عکاسا و ادیتورایی که توی در واقع شهر شما هستن، شما کل ایران رو کاور می‌کنین. بهتون درخواست همکاری میدن، بهتون قیمت میگن و شما میتونید از بینشون برید توی پروفایلاشون در واقع نمونه کاراشون رو ببینید و از بینشون انتخاب کنید. حالا که این اپلیکیشن رو شناختید، به دوستان و همکارها و در واقع فامیلاتون، آشناهاتون معرفیش می‌کنی؟ قطعا حالا خودمون اول استفاده میکنیم، قطعا حالا اشاره در مراحل بعدی استفاده میکنی؟ حتما معرفی میکنم. ممنونم، مرسی که وقت گذاشتی عزیزم. خدا نگهدار. اکستو پلتفرم رزرو عکاسان تبلیغاتی و برندینگ